نیاز شاکر اسیستنت کافدر تحلیل متمتیک و نظریه فونکسیونی دانشگاه دولتی کلاب. در پیامی امساله اساسنامه صلاح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همه ساحه‌های خواجه خلق بررسی کرده شدند و از آن جمله ساحه معارف که یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک مملکت به شمار می‌رود خیلی سخن‌های به عمل گفتند. از اون درک کردید که در دوره سالسخولی مملکت قریب 173 مؤسسه تعلیمی تیپ نو که برای خوانندگان بالایاخر مثلا مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتب مؤسسه‌های پرزیدنتی و لیسه‌های بالایاخر ساخته شدند. از اینها 196 مؤسسه تحصیلاتی ابتدایی بود که در این مؤسسه 150,000 نفر خواننده و تحصیل فعال گرفته شدند. و غیر از آن در زمینه تحصیلات ابتدایی باشد 39 مؤسسه تعلیمی و در زمینه تحصیلات عالی باشد 28 مؤسسه عالی مؤسسه تعلیمی نو ساخته شدند که اینها از اون شهادت می‌دهد که دوره سالسخولی مملکت این مؤسسه‌ها ساخته شدند. از اون جمله یکی از سخنان دیگرش بود که رشد فن‌های طبیعی ریاضی بسیار در آنجا قید کرده شدند که ما آموزگاران رو وادار می‌سازد که برای این پیشنهاد پرزیدنت مملکت سعی و تلاش خود را زیاده گردانیم.